صبر اوج احترام به حکمت خداست. کسانی که در سختی ها مشکلات صبر می کنند در نظر خداوند جل جلاله ویژگی های بسیار ارزنده ای دارند که از دیدگاه قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشان دهنده ایمان، تقوا و نزدیکی به خداوند است. در مسیر صبر انسان نه تنها از رنج و مشکلات نمی نالد، بلکه به شکرگزاری از خداوند ادامه می دهد. صابرین با رضایت به تقدیر الهی می نگرند و از هر لحظه برای تقویت ایمان خود بهره می برند. در آیات قرآن آمده است که برای صابران پاداش ویژه‌ای در آخرت مقرر شده است. خداوند جل جلاله وعده داده است که برای صابران در دنیا و آخرت اجر بزرگی می دهد که به هیچ وجه قابل مقایسه با سختی های دنیا نیست.